مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 یکی از کلانترین مؤسسه تعلیمی حدود دهات گلستان در ناحیه وسیع همین طور نیمه دوم ماه یون تعمیر و بازسازی صنفخانه ها با دل گرم و صمیمیت بلند وطنداری احترام به استادان و مؤسسه ختم نموده با دستگیری سابق ختم کنندگان همین مکتب آغاز یافتند. این مؤسسه تعلیمی از دو شونه عبارت است و سخاوتمندان شاگردان مکتب عهد نمودند که 35 صنفخانه موجود بوده را با پیشایمان و راهرو و گرد و اطراف بنا پوره تعمیر کپیتالی نمایند. وقتی که مکتب مقصد ساخته بودند سال 1964 تا این جانب تعمیر کپیتالی دیدگی نبود، تعمیر جاری میشید. وقتی که ما مقصد دیدیم که حالت تعمیر مکتب خیلی فرسوده شدگی بود و همین خاطر همه مسابقه ختم کننده ها را دعوت کردیم در حضور وکیلان محله، در حضور امام خطیب رئیس جماعت، خب مدیر شعبه معارف محترم پیرکزاده، خب یک مجلس تشکیل کردیم و نقض قبول کردن. خودشون با مثلا فکر کردن برام بدن که ما خودمون در عموم همه کلکتیو هم صنفو یک جای شده، مقصد هر یک صنفخانه را ویپسکو یعنی ختم کننده ها در یک جایگی هم صنفخانه را تعمیر کپیتالی و در تریزش عوض میکنن و نسل نورس میسپارن همچون توفه. ختم کنندگان صنفخانه هایی که آنجا تحصیل کردند از همین جا به کار شروع کردند. این صنفخانه را ختم کنندگان سال 1992 تعمیرش را به عهده گرفته است. این صنفخانه را باشد ختم کنندگان سال 1991 کارهای تعمیری را الکی به انجام رسانیدند. در اینجا یگان مبلغ جمع کنی از طرف نه ماموریت نه رهبری مکتب من با قید گرفته شدگی نیست. همه خراجات ها همه مقصد میگیم که از نوسازی با عهده خود ما ختم کننده مانده شدگی است. شاگردان مکتب به صفت کارهای تعمیری اهمیت جدی دادند. کوشش دارند که با رعایت قاعده های معماری در سطح بلند کارهای ساختمانی را اینجا به انجام رسانند. هدف آنها یک است دستگیری شعبه معارف تا اینکه نسل نورس دهه در شرایط خوب به تحصیل فرا گرفته شده شکرانه استقلالیت وطن نمایند و به قدر دستاوردهای این دوره رسند. و در نوبت خود رهبریت شعبه معارف ناحیه اطلاع دادند که زحمت ختم کنندگان قدر کرده خواهد شد. در هر یک صنفخانه تخته فخری گذاشته شده عکس و نام این شاگردان با آر و ناموس نامبردار مکتب و دهه ثبت خواهند گشت. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.